در خدمت آقای تارتار هستیم، سرمربی فعلی تیم خوب ملوان بندرانزلی و مربی اسبق تیم داماش. آقای تارتار، صحبتتون با هواداری داماش و در مورد این بازی. این بازی که بازی خوبی بود. ما به هر حال توی استانمون تیمای خوبم داریم. داماش سپیدرود، از آستارا تیم داریم، از تالش تیم داریم. سعی میکنیم توی این وقفه‌ای که ایجاد شده توی نیم فصل با تیمای هم‌استانی بازی بکنیم. جا داره تشکر بکنم از کادر فنی داماش که این بازی رو به هر حال تدارک دیدن، با ما انجام دادن. واقعا من خاطرات خیلی خوبی از داماش دارم. سالای کنم اول دوم مربیگریم بود که توی شرایط سخت اومدم رشت و هوادار اون موقع ما رو نمیپذیرفت. بعد شروع شد برام، ولی خیلی خوب تموم شد، شیرین تموم شد. میگن همیشه انشالله آخر عاقبت عالم به خیر بشه. ما هم تو اون تیم عاقبتمون به خیر شد و همیشه هوادارهای داماش به ما لطف دارن. امیدوارم که داماش برگرده به سطح اول فوتبال کشور. واقعا هوادارهای دوست داشتنی داره. حیفه از استان گیلان یه تیم تو لیگ برتر باشه با اون پتانسیلی که وجود داره، با این هوادارهای پرشوری که هستن. انشالله از نظر شرایط مالی داماش خوب بشه و برگرده به روزای خوب فوتبال توی شهر رشت. آقای تارتار، شما رکورددار بهترین نتیجه تیم‌های لیگ برتری گیلان با داماش هستید توی لیگ برتر با نتیجه هفتمی که دست اومد. فکر می‌کنید امسال حالا با توجه شرایط خوب ملوان بتونید این رکورد رو بشکنید؟ ببینید، همیشه لطف خدا شامل حال ما شده. توی رشت بهترین رتبه بوده، توی مسجد سلیمان بهترین رتبه رو ما به دست آوردیم، توی شهر کوچیک جمع اون هوادارهای دوست داشتنیش پنجم شدیم. خاطرات خوبی داریم، همیشه لطف خدا شامل حالمون شده. سعی میکنیم با ملوانم یه رتبه خوب و انشالله در پایان فصل رقم بزنیم. ممنون از تو.